سلام دوستان، اومدیم با معرفی یک گرانول کاری. این گرانول مخصوص انواع غذاهای گوشتی و پلوهای گوشتی هست و بسیار غذاتون رو خوش عطر رو طعم میکنه. حالا ببینید ترکیبات این گرانول چیه. فلفل سیاه، خلال پیاز، فلفل قرمز، رزماری، خلال سیر، هل، فلفل سفید و تخم گشنیز. این ادویه رو میتونید داخل خونه مخلوطش کنید، ترکیب کنید و تو غذاهاتون استفاده کنید و حتی اگه نتونستید میتونید به ما سفارش بدید براتون تهیه. من این ادویه رو تو انواع غذاها امتحان کردم و واقعا امتحانش رو پس داده. شما میتونید با خیال راحت تهیهش کنید. چند پست قبلم توی دمی گوجه استفاده کردم، واقعا عطر بی‌نظیری بهش. مرسی از شما که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید و ازتون ممنون میشم که پستمون رو لایک کنید و